در نزد مجلس قانونگذار نیمجزیره قریم واقع در شهر سیمفروپول برخورد هزارها پیرو گروه‌های رقیب اوکراینی به وقوع پیوست. روز 26 فوریه گروه‌های جانبدار روسیه با تاتارهای محلی دست به گریبان شده دعوت نمودند که قریم از اوکراین جدا شود. صبح 27 فوریه باشد یک گروه مسلح بینای حکومت و مجلس قریم را اشغال نموده در بام آن پرچم روسیه را برافراخت. در پایتخت افغانستان شهر کابل صدها نفر به نشان همدلی با نیروهای امنیتی افغان راهپیمایی نموده به اصطلاح دخالت پاکستان در امور افغانستان را محکوم کردند. این جمع آمد را حزب مشارکت ملی در جواب به حمله طالبان بالای سربازان نیروهای امنیتی در ولایت کونر هممرز با پاکستان که حیات 21 سرباز افغان را از بین برده است تشکیل کردند. در قزاقستان بلاگنویس مستقل نوتالی اویتلینوف اثنای برگزاری اعتراض انفرادی در نزد قصر ریاست جمهوری این کشور بازداشت شد. اویتلینوف تقاضا داشت دو بلاگنویس مستقل دیگر که اخیراً در المعطا با جرم کوشش ورود غیرقانونی به ملاقات رئیس شهر با مردم به مدت 15 روزی از آزادی محروم شده اند رها گردند. در قرقیزستان یک گروه عبارت از تخمیناً 50 جوان بر ضد همجنسگرایان جمع آمد تشکیل کرده این اقلیت را با تخریب عنعنه‌ها و ارزش‌های عائلوی مردم قرقیز متهم نمود. جوانان عکس روزنامه‌نگار ایلیا لوکاش را آتش زده ابراز داشتند او به خاطر حفظ حقوق همجنسگرایان از خارجه سرمایه دسترس می‌کند. لوکاش میگوید که او حامی همجنسگرایان نیست ولی بعضاً درباره آنها مقاله می‌نویسد. چند پیش مفتی قرقیزستان همجنسگرایی را محکوم کرده بود. در دهه کزریتی گرجستان 2 هفته اینجانب خادمان شرکت‌های RMG گولد و RMG کوپر که با استخراج طلا و مس مشغول میباشند کارشکنی اعلان کردند. آنها طلب دارند که شرایط کارشان بهبود یافته معاششان حداقل 40% بالا برداشته شود. کارگران همچنان درخواست نمودند که 180 خادم اختصار شده به جایهای کاریشان برگردند.